بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. متن نامه مولانا مجیب الرحمن انصاری به اشرف غنی. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. جناب آقای اشرف غنی، حتی رئیس جمهور هم ننوشته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جواب نامه بلند بالا و تهدید آمیزتان بگویم که بنده قبلا هم در یک ویدیو خدمت ملت مجاهد پرور و مسلمان افغانستان و هرات عرض کردم که من از تهدیدات شما نمی ترسم و بار دیگر نیز می گویم که بنده یک حقیقت مثل یک روز روشن را عرض کردم که حمایت از شما و نظام شما گناه کبیره است. خیلی نرم رفته. حمایت از یک رژیم مزدور، من یتولهم منکم فهو منهم، کفر پیش همه اهل علم. حمایت از یک نظام طاغوتی کفره، حمایت از نظام خامنه‌ای کفره، حمایت از یک نظام شرکی و نفاق کفره. من یتولهم منکم فهو منهم. لیکن ایشون خیلی نرم رفته. چرا که نظام شما فاسد، خائن، وطن فروش و ظالم است و خداوند در قرآن فرموده در مقابل ظالم بایستید. بنده برای شما یک نصیحت دارم که از ملت مظلوم افغانستان بابت تمام ظلم و ستم و گناهی که در این بنبست در 20 سال اشغال وطنمان کرده اید عذرخواهی کنید. اینو میگن نصیحت. نصیحت به این میگن. جناب مولانا عبدالحمید، اینطوری نصیحت کنید اگه میخواید نصیحت کنید با آقای خامنه‌ای، نه که خامنه‌ای را رهبر بدونید و از کشور برای همیشه با دار و دسته و تمام اشغالگران خارج شوید. شاید خداوند توبه شما را بپذیرد. شما در این 20 سال اشغال افغانستان جز ریختن خون هموطنانمان و همدستی با امریکایی های بوزید صفت هیچ کار مثبتی نکردید و به جای تهدید ما علما که نباید حقیقت را بگوییم از ملت مظلوم و رنج کشیده ما پوزش بطلبید. شاید مورد بخشش قرار بگیرید و خداوند ارحم الراحمین است. من نه از جایی حمایت میشم نه پشتیبان میخواهم. من با خدای خود معامله کردم و پشتیبان من الله است. حرف آخر خداوند عزوجل را شاهد میگیرم که هیچ وقت به اندازه امروز شوق شهادت را نداشتم و مشتاق دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. چرا که من غسل شهادتم را کردم و جای دفن خود را در کنار خواجه انصار آماده کردم و حتی کفن خود را خریدم. تنها آرزوی من شهادت با دستان شماست. و سلام. خاک پای مردم مظلوم افغانستان و هرات. مجیب الرحمن انصاری، 6/12/1399. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. Mm-hmm.